سلام، وقتتون بخیر بچه ها. امیدوارم حالتون خوب باشه و روز خوبی رو سپری کرده باشین. بریم سراغ تمرینای صفحه 22 کتاب حسابان 1. فقط بچه ها بین سوالات من یه سری سوال اضافه هم حل میکنم. میتونه خبر بدی باشه براتون، ولی سوالای جالبی هن، میتونن بهتون کمک کنن. بریم رو تخته سوالا رو یکی یکی بیاریم و با هم حلشون کنیم. اولی گفته معادلات رو حل کنید. بچه سوال خودش چند بخش معادله داده و از ما خواسته حل کنیم. خب ما وقتی میخوایم این معادله گویا رو حل کنیم، اول همه میریم مخرج مشترکمون رو این گوشه مینویسیم. مینویسم مخرج مشترک. خب مخرج مشترکتون چیه؟ میگه آقا از کسر اول یه دونه x هست، از کسر دوم که 2 هیچی نمونده، کسر سوم هم یه دونه x به علاوه 1، پس مخرج مشترکمون اینه. این عبارت رو ضرب در همه این کسرها میکنیم. اگه ضرب در اولی کنم xش با x مخرج میره. ببین این x با x مخرج میره، چی میمونه؟ یه دونه x به علاوه 1 مونه که باید ضرب در صورت بشه. پس میشه 6 ضرب در x به علاوه 1 برابر با این 2 مخرجی چی نداره، پس ضرب در کلش میشه. پس میشه 2 ضرب در x در x به علاوه 1. خب ادامه بدیم و سراغ آخری هم که بخوایم بریم، میگیم آقا این مخرجش یه x به علاوه 1 داره، یه x میمونه که ضرب در صورت میشه. پس یک دونه x منهای 3 که صورته ضرب در x میشه. خب حالا کافیه این عبارت رو حساب کنیم. 6 ضرب در x میشه 6x به علاوه 6 برابر با 2x2 به علاوه 2x به علاوه x هم اگه ضرب کنیم میشه x2 منهای 3x. خب من همه ضربا رو انجام دادم. الان یکم مرتبش کنم. اینجا یه دونه 6x به علاوه 6 تو سمت چپ داریم، سمت راست 2x2 با x2 میشه 3x2، 2x با منفی 3x هم میشه مثبت 1x. خب درسته یا نه؟ منفی یه دونه x بچه ها اشتباهن. خب الان من همه رو میبرم سمت راست که درجه 2 داریم. یه دونه 3x2 داریم، 6x میره سمت دیگه میشه منفی 6x با منفی x میشه منفی 7x. 6 میره سمت دیگه میشه منفی 6 برابر با 0. خب یه دونه معادله درجه دومه که ما اینجا باید اینو حل کنیم که روش آ در سی رو میریم جلو. آ در سی چی کار میکرد؟ آ رو بر میداشتی ضرب در سی میکردی. ببین من آ رو از اینجا بر میدارم ضرب در سی میکنم، آخر سر دوباره تو جوابایی که به دست میارم تقسیم بر آ میکنم. الان معادلم میشه x2 منهای 7x منهای 18 برابر با 0. دو عدد که ضربشون بشه این، جمعشون بشه این. خب ضربشون وقتی میشه 18 یه 9 دوتا رو داریم، یه 3 6 تا رو داریم که منطقی شما هم منفی 9 در مثبت 2 رو قبول کنید که طبق این جوابهای شما میشن چی؟ میشن یه دونه منفی 2 و یه دونه مثبت 9. شما اینجا فکر میکنید جواب ها رو پیدا کردید، در صورتی که باید به اون آیه اولیه که 3 تقسیم کنید. پس الان جواب آخرتون توی این سال میشه منفی 2/3 و عدد چند؟ 3، که هر دو جواب هم قابل قبول هستند و مشکلی ندارن. چرا میگم قابل قبولن؟ چون مخرج هامو صفر نمی کنن. بریم سراغ عبارت بعدی. خب واسه محاسبه این یکی باید چی کار کنیم؟ میای میگی آقا مخرج مشترک رو اینجا می نویسم. خب از اولیه 2 منهای پی داریم، از دومی یه دونه پی داریم و از سومی هم یه دونه 2 داریم. خب بریم ضرب کنیم. آقا اولی رو وقتی میخوام ضرب کنم توی این کسره، قبول دارید 2 منهای پی میره، چی میمونه؟ پی و 2 میمونن که باید ضرب در صورت بشن. پی ضرب در 2 میشه 2p. 2p رو باید ضرب در صورت این عبارت کنیم. بعدی رو که بخوای ضرب کنی میگه آقا پی با پی میره، یه 2 در 2 منهای پی هست که اونم باید ضرب در چند بشه؟ 2 بشه. پس من اول 2 رو ضرب در صورت میکنم میشه 4، بعد میگم یه 2 منهای پی هم باقی میمونه. بریم سراغ سمت دیگه. 2 با 2 ساده میشه، یه دونه پی در 2 منهای پی میمونه که باید ضرب در صورت این کسره بشه که اونم چنده؟ منفی 3.
و کافی حالا ضربا رو انجام بدیم تا به دست بیاد. 2p در p بچه ها میشه 2p2. بعدی 4 ضرب در 2 میشه 8 منهای 4 ضرب در p میشه منفی 4p. سمت دیگه p ضرب در 2 میشه 2p. p ضرب در منفی p میشه منفی p2. حالا ضرب در منفی 3 هم بچه‌ها با هم میشدن که من دیگه ضرب نکردم، همینجا باید ضربش کنم دیگه، یه دفعه ضربش میکنم. ببین این کارو کنم بهتر. منفی 3 رو ضرب در p میکنم میشه منفی 3p. حالا ضرب در 2 میکنم میشه منفی 6p. منفی 3 ضرب در p میشه منفی 3p. ضرب در منفی بشه میشه مثبت 3p دوم. حالا برای حل این دو طرف رو میبریم مثلا سمت راست، چون سریع p2 اینور بیشتر. خب وقتی ببرم سمت راست این 2p2 وقتی بیاد اینور میشه منفی 2p2 با 3p2 میشه یه دونه p2. منفی 4p رو وقتی بیارم اینور میشه مثبت 4p با منفی 6p میشه منفی 2p. خب 8 رو هم میبرم سمت دیگه میشه منفی 8. دو عدد که ضربشون بشه منفی 8 جمعشون بشه منفی 2. قاعدتا شما میگید آقا منفی 4 و مثبت 2. توی این حالت جوابهای ما یکیش 4 و یکیش منفی 2 هست که اگه توجه کنید هیچ کدومش مشکلی ندارن و هر دو جواب قابل قبول هستند. چرا؟ چون مخرج ما رو صفر نمی کنن. بریم سراغ کسر بعدی. این کسر یکم بهتره. ما واسه این که مخرج مشترک بگیریم اینو تجزیه میکنیم میشه y در y به علاوه 5 و بعد میام اینجا می نویسم مخرج مشترک. واسه مخرج مشترک میای میگی از کسر اول یه دونه y در y به علاوه 5 داریم. کسر دوم y به علاوه 5 رو نوشتم، کسر سوم من y رو نوشتم، پس مخرج مشترک میشه همون مخرج کسر اولیه. خب این مخرج مشترک اگه ضرب در کسر اول بخوام کنم این عدد با مخرج ساده میشه و چی میمونه؟ خود صورت میمونه. 3y به علاوه 5 میمونه. به علاوه خب کسر دوم y به علاوه 5 با y به علاوه 5 مخرج میره، درسته؟ پس ببین y به علاوه 5 مخرج مشترک با y به علاوه 5 این کسره میره. چی میمونه برام؟ یه دونه y میمونه که باید ضرب در صورت این بشه، پس یه دونه y میمونه که ضرب در y به علاوه 4 میشه. کسر آخرم میای میگی آقا y رو با y خط میزنیم. چی میمونه برام؟ یه دونه y به علاوه 5 از مخرج مشترک داریم که ضرب در y به علاوه 1 میشه. خب که این هم اگه بخوایم حساب کنیم با چی حسابش میکنیم؟ اتحاد جمله مشترک. طبق اتحاد جمله مشترکی میشه y2. 5 به علاوه 1 میشه 6y. 5 ضرب در 1 هم میشه چی؟ 5. 5 ضرب در 1 هم میشه چی؟ 5. خب اینا رو هم یکی یکی میام حساب میکنم. خب این چی میشه؟ میگم آقا این هم میشه y2 به علاوه 4y. حالا به همین راحتی شما میتونید y2 ها رو از دو طرف بزنید. خب میمونه یه معادله درجه اول، معلوم یه سمت مجهول یه سمت. ببین 6y رو میارم سمت چپ میشه منفی 6y. الان اینجا یه دونه 3y دارم با یه دونه 4y دارم. این 6y میاد اینور میشه منفی 6y. به جاش 5 میره سمت دیگه میشه منفی 5 به علاوه چی بازم؟ 5. درسته؟ که طبق این اگه حساب کنی 3y با 4y میشه 7y با منفی 6y میشه یه دونه y. سمت راستم هم 0 پس y به دست میاد چی؟ 0. که اگه توجه کنی این غیر قابل قبول هست. چرا؟ چون مخرج کسر سوممو 0 میکنه. ببین مخرج اینو 0 میکنه، پس اینو می‌نویسیم غیر قابل قبول. بریم سراغ کسرهای بعدی و سوالات بعدی. خب سوالای بعدی یکم راحت‌ترن دیگه. رفتیم سراغ معادلات رادیکالی. بچه‌ها واسه حل معادلات رادیکالی چیکار می‌کردیم؟ گفتیم آقا مرگ رادیکال توانه، پس منم هی باید یه رادیکال رو تنها بذارم به توان 2 برسونم. پس بنویسیم اینجا رادیکال را تنها بگذار و به توان 2 برسان. خب حالا من اینجا یه رادیکال سمت چپ تنها مونده، یه رادیکال هم سمت راست، پس من یه دونه توان 2 میرسونم
و وقتی به توان 2 برسونی اولی رو 2 به توان 2 میشه 4 رادیکال x هم به توان 2 میشه x از زیر رادیکال در میاد. سمت دیگه هم اگه به توان برسونی میشه 3x به علاوه 4 به راحتی x به دست میاد چند 4. درسته x رو من به دست آوردم 4. حالا باید 4 رو امتحان کنم. میگم آقا 2 ضرب در رادیکال 4 برابره با رادیکال 3 ضرب در 4 به علاوه 4. رادیکال 4 اولی میشه 2 ضرب در 2 میشه 4 سمت چپ، سمت راست 4 تا 12 و 4 میشه 16 رادیکال 16 میشه 4. پس قابل قبول هست. بریم سراغ سوال بعدی که سوال بهتری هست. سوال بعدی سوال بسیار زیباییه، از روش‌های مختلفی میشه حلش کرد. من اینو بیارم بالا ببینید. راه اول یا روش اول رو میرم و در مورد روش‌های بعدم توضیح میدم. ببین سمت چپو که اینو می‌نویسم 1 منهای رادیکال x، مخرجم که 1 به علاوه رادیکال x. میگم 1 منهای x رو میتونم بنویسم 1 به علاوه رادیکال x در 1 منهای رادیکال x. آیا مشکلی داره؟ نه. اینو اگه ضرب کنی تا مجدوجش میشه سمت راست. حالا که این کارو کردیم میتونیم یه دونه مخرج 1 بهش بدیم. چی؟ بعدش انجام بدیم طرفین وسطین. خب پس این کار رو انجام بدیم بچه‌ها. اگه این کار رو انجام بدیم طرفین وسطین انجام بدیم الان میشه 1 به علاوه رادیکال x که مخرج سمت چپه ضرب در 1 به علاوه رادیکال x در 1 منهای رادیکال x برابر میشه با 1 منهای رادیکال x. قبوله؟ میگه آقا اوکی. میگم اگه اینو بخوام انجام بدم حالا میتونم 1 منهای رادیکال x رو از دو طرف ساده کنم. درسته؟ میگه آقا هم این ور هم این ور 1 منهای رادیکال x رو ازش ساده میکنم. الان چی میمونه؟ 1 به علاوه رادیکال x ضرب در 1 به علاوه رادیکال x درسته برابر با چی؟ 0. درسته. دو طرف رو ساده کردم بعد از اینکه این کار رو انجام دادم. حالا که این اتفاق افتاده و چیزی نمونده برا ما میگه آقا پس این میشه چی؟ میشه 1 به علاوه رادیکال x به توان 2 برابر با چی؟ 0. خب که یه توان 2 0 میشه زمانی که 1 به علاوه رادیکال x که این مخرج که پایه اینه چند باشه؟ 0 باشه. که آیا همچین چیزی بچه جواب داره؟ میگه آقا نداره. جمع دو تعداد مثبت 0 نمیشه. پس این جواب نداره. آیا سوال اینجا تموم میشه؟ میگم نه. یک کاری رو من انجام دادم. من از دو طرف اومدم یه چیزی رو ساده کردم یا حذف کردم. وقتی این کار رو انجام میدیم بچه‌ها اینو یاد بگیرید. اینو لطفاً یاد بگیرید. با یه مثال بهتون میگم. حالا بعد با یه مثال بهتون میگم. اگه از دو طرف یک معادله یک عبارت رو حذف کردی، یکی از جوابهای معادله میشه ریشه همون. میگه آقا یکم واضح‌تر بگو. میگم مثلا تو x منهای 1 در x به علاوه 2 خب برابر با مثلا x منهای 1 رو داری. تو میای x منهای 1 رو از دو طرف ساده میکنی. میگه آقا یه x به علاوه 2 مونده که برابر با 0. پس جوابم میشه یکیش منفی 2. آیا جواب اینجا تموم میشه؟ نه. ریشه x منهای یکی بود که حذف کردی رو هم حساب میکنی. میگه آقا یکی از جوابام هم چنده؟ اینه. پس وقتی یک عبارت جبری رو از دو طرف حذف میکنی اونو به عنوان جواب بعداً حساب کن. نکته که این سوال داشته اینه. پس 1 منهای رادیکال xی که از دو طرف حذف کردم رو حساب میکنم. میگم آقا پس رادیکال x هم باید برابر با 1 بشه. پس x هم چنده؟ 1 هست. خب که این 1 برابر با 1 هم قابل قبول هست و مشکلی نداره. بچه‌ها اینو که ما حل میکنیم میگن آقا ایده دیگه هم هست. میگم آره اینو من علامت بزنم کپی ببرم توی صفحات آخر. اینجا خب سوالامونن تا فردا سوال داریم بچه‌ها. خب بیارم اینجا ببینم به روش دیگه ای میشه حلش کرد یا نه. میگم آقا مگه اینو به شما ندادن گفتن حل کن؟ میگه آقا بله. میگم یه راهش هم اینه که من بیام مثلا فعلا با سمت راست کاری نداشته باشم. بگم 1 منهای رادیکال x به روی 1 به علاوه رادیکال x مگه نیست؟ میگم بله. میگم آقا بیا این حل گویا کنیم. خب یعنی صورت و مخرج رو ضرب در 1 به علاوه 1 منهای رادیکال x باید کنیم دیگه.
و ضرب در مزدوج مخرجش کنیم. اگه یادتون رفته یادتون بیاد. وقتی میخواین گویا کنید در صورتی که توی مخرج جمع منها داریم در مزدوج مخرج ضرب میکنیم که اگه این کارو کنیم الان میشه 1 منهای رادیکال x صورت در صورت مخرج در مخرجه به توان 2 و توی مخرجم هم چی دارم 1 منهای x دارم میشه اولی به توان 2 منهای دومی به توان 2. خب من اینو گویا کردم. الان که گویاش کردم شده 1 منهای رادیکال x به توان 2 پایینم یه دونه 1 منهای x دارم اینجا هم 1 منهای x. خب الان میتونم چیکار کنم؟ طرفین وسطین کنم. اگه طرفین وسطین کنم میشه 1 منهای رادیکال x به توان 2 برابر با 1 منهای x به توان 2. خب بچه ها وقتی توان 2 دوتا عبارت با هم برابره یعنی یا این دوتا با هم واقعا برابرن یا یکیشون قرینه اون یکیه. زمانی توان 2 دوتا عدد برابره که یکی از این اتفاقا بیفته. خب پس من میتونم یه بار بیام بگم آقا یا واقعا 1 منهای رادیکال x با 1 منهای x برابره. خب که توی این حالت یک از دو طرف میره و میشه رادیکال x برابره با x که کدوم عدده که رادیکالش با خودش برابره؟ عدد 1 که این 1 هم قابل قبول مشکلی نداره. یه راه دیگهش اینه که 1 منهای رادیکال x با سمت راست برابر نباشه با قرینش برابر باشه. با یعنی چی؟ با x به علاوه 1 برابر باشه. ببخشید x منهای 1. ببینید من بنویسم با قرینه این دیگه قرینه این یکی 1 منهای x میشه x منهای 1. من اشتباهن. خب که این اگه بخواد اتفاق بیفته که اتفاق میفته میگه آقا رادیکال منفی رادیکال x برابر بشه با x منهای 2 که اگه دو طرف رو به توان 2 برسونیم خب میشه x برابر با x2 منهای 4x به علاوه چند؟ به علاوه 4 که این معادله درجه دوم رو با الان حل کنیم. میشه چی؟ پایین می نویسم میشه x2 منهای 4x ببخشید x هم میره سمت دیگه بچه درسته میشه منفی 5x به علاوه 4 برابر با چی؟ 0. خب که تو این حالت جوابات یکیش میشه 1 یکیش هم میشه c به روی a درسته؟ یعنی 4 به روی 1 درسته؟ چرا؟ چون جمع ضرایبمون بچه چند بوده؟ 0 بوده. خب که اگه الان امتحان کنیم ببینیم جواب درست میشه. یک رو که قبلا به دست آوردیم گفتم آقا درسته. ببینیم 4 هم بهمون درست میده. میشه یک امتحان میکنم آقا میشه 1 منهای رادیکال 4 که میشه 2 به روی 1 به علاوه 2 میشه 1 منهای 4. خب این میشه منفی 1. خب اینو اگه حاصلش رو به دست بیاریم میشه منفی 1 به روی 3. آیا میشه برابر با منفی 3 که میگه آقا نه یه همچین اتفاقی نمیافته. پس میبینیم اون یکی جوابی که به دست آوردیم غیر قابل قبول هست. پس این یکی غیر قابل قبوله. اینم یه روش دیگه است. حالا دیگه هر روشی رو دوست داشتین شما میتونید براش بنویسید. من دوتا روش رو گفتم حالا شاید روش اول براتون راحت تر باشه. خب بریم سراغ بعدی. میگه آقا ببین کسر اول که تجزیه شدهش همینه 2 هم که هیچی کسر سوم هم همینه. پس من مخرج مشترک رو خب میام چی میگیرم؟ رادیکال x به علاوه 2 در رادیکال x منهای 2. یه راهش اینه. حالا بچه بعد من میرم سراغ روش های دیگه ای و روش های دیگه ای عمل میکنم که باز فکر کنم روش های دیگه بهتره. خب کسر اول اگه بخوام حساب کنم رادیکال x به علاوه 2 با رادیکال x به علاوه 2 میره یه رادیکال x منهای 2 باقی میمونه که باز ضرب در صورت بشه. پس میشه 5 ضرب در رادیکال x منهای 2 برابر با این 2 باید ضرب در این دوتا بشه. 2 ضرب در رادیکال x به علاوه 2 در رادیکال x منهای 2 میشه.
حالا بعد میگم این موقع مزدوج میشه. و آخری هم رادیکال x منهای 2 توی مخرج میره، یه دونه یک هست که باید ضرب در رادیکال x و علاوه 2 بشه. خب حالا ما اگه بخوایم حساب کنیم 5 رو اگه ضرب کنیم، ببینیم بچه نمیشه ساده کرد، میشه ساده کرد یا نه. بیان ضرب کنیم شاید بشه. سمت چپ میشه 5 رادیکال x منهای 10. سمت دیگه این دوتا اگه ضرب در هم بشن میشن مزدوج. میشه چی؟ میشه x منهای 4. 2 ضرب در x میشه 2x منهای 8 منهای رادیکال x منهای 2. خب قرار بود رادیکال ها رو ببریم یه سمت، از بقیه رو هم ببریم یه سمت، یه فکری براشون کنیم. خب منفی رادیکال xی که اینجا دارم میبرمش سمت چپ و چی میشه؟ 5 رادیکال x. این منفی رادیکال x بره اونور میشه مثبت رادیکال x، میشه چقدر؟ 6 رادیکال x. منفی 10 رو میارم سمت راست. منفی 10 راحت خط میخوره. چرا راحت خط میخوره؟ سمت راستم یه منفی 8 و یه منفی 2 دارم، جمعشون میشه منفی 10. با منفی 10 سمت راست راحت خطشون بزن. پس چی میمونه برامون؟ عملا یه دونه 2x میمونه. خب کافیه یه دونه توان 2 برسونم. 6 میشه 36x. سمت دیگه ببین پس به توان 2 رسوندم، می نویسم اینجا به توان 2. اون 2x هم به توان 2 میشه 4x2. معادله درجه دوم رو با حل کنم میشه 4x2 منهای 36x برابر با 0. از 4xش یه دونه فاکتور میگیرم، از اولی یه دونه x به من میده، از دومی یه دونه منفی 36 به من میده. ضرب این دوتا باید بشه 0. پس یا x هم صفره یا x منهای 36 هم صفره که x به دست میاد 36. من اشتباه کردم بچه ها، من 4x فاکتور گرفتم اینجا نوشتم 36. این میشه چی؟ 9. پس یا x هم صفره یا x هم چنده؟ 9. که بچه ها اگه جایگذاری کنیم ببینیم درست در میاد یا نه. من یه بار به جای x میذارم 0، یه بار به جای x میذارم 9. اگه به جای x بذارم 0 میشه 5 به روی 2 برابر با 5 به روی 2 برابر با 2 منهای 1 چندم منفی دوم. این میشه مثبت 1 دوم و همون میشه پس درسته. اگه 9 بذارم میشه 5 به روی 5 برابر با 2 به روی 2 منهای 1 به روی 1 دیگه درسته. 5 پنجم که 1، 2 منهای 1 هم میشه 1. پس بازم قبوله. پس هر دو جواب قابل قبول هستن. بریم سراغ سوال بعدی. سوال جالبی بود سال قبلی، خوشم اومد. سوال بعدی رو بریم. توی سوالایی که دوتا رادیکاله بودن ما قبلا هم گفتم یه رادیکال بذار یه سمت، یکی دیگه رو ببر یه سمت دیگه که راحت شی. الان من رادیکال x به علاوه 3 رو همینجا نگه میدارم. این 4 که اینجا، این یکی رادیکاله میاد اینجا. خب قاعدتا دوتا رادیکال داری باید دوباره به توان 2 برسونی. بار اول به توان 2 میرسونم. اولی از زیر رادیکال در میاد، سمت چپ که اینه از زیر رادیکال در میاد دیگه. میشه چی؟ میشه x به علاوه 3. سمت راست یه خورده داستان داره. ببین این وقتی به توان 2 برسه میشه اتحاد مربع دو جمله. من اینجا دورش خط بکشم که شما بهتر متوجه شید. این به توان 2 برسه، اینم به توان 2 برسه. سمت راست وقتی میخواد به توان 2 برسه یه جمله اینه یه جمله هم اینه. میشه چی؟ میشه اولی به توان 2 که میشه 16، دومی به توان 2 که میشه 3x به علاوه 1، 2 برابر اولی در دومی. 2 برابر اولی میشه چقدر؟ 8 که باید ضرب در این رادیکاله بشه. خب ما به این عبارت رسیدیم. حالا باز همون کاری که تا الان انجام میدادیم، معلوم یه سمت مجهول یه سمت، و این کاریه که ما باید بتونیم انجام بدیم. 3x رو میبرم سمت دیگه میشه منفی 3x با یه دونه x میشه منفی 2x. 1 رو با 16 جمع میکنم میشه 17. میبرم سمت دیگه میشه منفی 17 با مثبت 3 میشه چقدر؟ منفی 14. سمت دیگه یه دونه منفی 8 ضرب در رادیکال 3x به علاوه 1 باقی میمونه. قبوله تا اینجا؟ میگه آقا بیا دو طرف رو ضرب در یه دونه منفی کنیم، همه منفی از جلو چشمون پاک شه. پس دو طرف قرینه کردم.
میشه چی؟ میشه 2x منهای 14. سمت دیگه هم میشه 8 رادیکال 3x به علاوه 1. حالا میگی آقا این کافی نیست، بیا تقسیم بر 2 کنیم. سمت چپ میشه x منهای 7، سمت راست میشه 4 ضرب در رادیکال 3x به علاوه 1. حالا دو طرف رو به توان 2 میرسونیم. میشه x2 منهای 14 x به علاوه 49 این سمت دیگه میشه 16 ضرب در 3x به علاوه 1 که اینو اگه ضربش کنیم میشه 48x به علاوه 16. همه رو میاریم سمت چپ ببینیم چی میشه. الان یه دونه x2 دارم، 48x بیاد این ور میشه منفی 48x. خب فقط بچه ها یه اشتباهی انجام دادم الان وسط سال من متوجه شدم. بچه یه لحظه بیاین اینجا، ما اینو اینجا نوشتیم درسته، بعد قرینه کردیم. وقتی قرینه میکنیم همه چی قرینه میشه. من اومدم منفی 2x رو 2x کردم، منفی 14 رو بچه ها مثبت 14 نکردم. پس اینم مثبت 7 باید بشه، اینجا مثبت 14 بشه. من این لحظه شک کردم به یه چیزی. خب الان درست شد. 48x رو میارم سمت چپ، الان 48x میاد سمت چپ با 14x. این منفی 48، این مثبت 14 میشه منفی 34x. 16 رو هم میارم سمت چپ میشه منفی 16 با مثبت 49 میشه مثبت چقدر 33. خب این معادله رو باید حل کنیم. الان x2 منهای 34x به علاوه 33 برابر با 0. جمع ضرایب شده چی؟ 0. a به علاوه b به علاوه c شده 0. وقتی جمع ضرایب شده 0 یعنی یکی از جوابام 1، یکیش هم c به روی a میشه 33. خب که بچه ها الان شروع کنید به امتحان کردن. اگه 1 بذارم اولی میشه 2 به علاوه دومی هم میشه 2 به علاوه 2 میشه 4. قبوله. اگه 33 بذارم اولی میشه 6، دومی میشه 10، 6 به علاوه 10 میشه 16، 4 میشه. تمام شد. بریم بعدی. قبل از اینکه بریم بعدی میرم یه کار در کلاس از کتابتون میارم که اینجا سال بسیار قشنگ سال 2 شو میخوام حل کنم. گفته معادله که اینجا بهتون دادیم رو حل کنید. این می نویسم معادله رو، من بنویسمش، شما یه نگاهی بهش کنید. x2 منهای 4 به علاوه رادیکال به علاوه 2 تا رادیکال x منهای 2 برابر با 0. اینو گفته حل کن. خب تو میای میگی آقا خود جمع این دوتا شده 0 و میدونی دوتاش هم منفی نیستن، دوتاش مثبتن یا صفرن. خب کی جمع دوتا رادیکال میشه 0 که هر دوتاش چی باشن؟ 0 باشن. پس میرم عددهایی رو پیدا میکنم که هم اولی رو 0 کنه هم دومی رو 0 کنه. خب یه بار میام پس رادیکال x2 منهای 4 رو برابر 0 میذارم که یعنی خود x2 منهای 4 باید بشه 0 که توی این حالت x به دست میاد مثبت منفی 2. یه بارم دومی یعنی 2 ضرب در رادیکال x منهای 2 رو برابر 0 میذارم که میگه آقا قاعدتا باید x منهای 2 بشه 0 که x رو فقط چند 0 میکنه؟ 2. خب کدوم عدده که هم اولی رو 0 میکنه هم دومی رو؟ میگم اشتراک میگیریم. اشتراکش میشه چی؟ x برابر با 2. پس ما هم اینجا میگیم کدوم عدد؟ جواب ما فقط عدد 2. پس این هم حواستون باشه. سوال بسیار بسیار قشنگی هست. میگه پدر بزرگ که ما داریم برای مهد کودک یه سری اسباب بازی خریده، قیمت کلشون شده 120,000 تومان. اینجا هم گفته اسباب بازی ها یکسانن بچه. و میگه بعد فروشنده به ازای هر اسباب بازی 1000 تومان بهش تخفیف داده، هر یه دونه اسباب بازی رو 1000 تومان تخفیف داده. با این کار پول 4 تا اسباب بازی دیگه به دست میاد. خب یک چیزی که وجود داره آقا، اگه من بیام قیمت هر اسباب بازی رو نمیدونم دیگه، قیمت هر اسباب بازی رو x بگیرم،
خب تعداد اولیه ببینیم چقدر بودن. میگه آقا تعداد اولیه 120 تومن رو باید به قیمت هر یه دونش تقسیم کنم تا به دست اومد. تعداد ثانویه چطوری بود؟ تعداد ثانویه میگه آقا 120 تومن رو تقسیم بر x منهای 1 باید کنیم. درسته؟ حالا چه اتفاقی میفته؟ میگه آقا این 120 به روی x این تعداد اولیه است و اینم 120 به روی x منهای 1. میگه آقا تعداد ثانویه 4 تا از تعداد اولیه بیشتره، پس من اگه یه 4 به تعداد اولیه اضافه کنم تعداد ثانویه به دست میاد. خب حالا این معادله رو حل میکنیم. میای میگه آقا مخرج مشترک چی بگیریم؟ x در x منهای 1. خب کسر اول این کسره xش با x ساده میشه، صورت که 120 باید ضرب در یه دونه x منهای 1 بشه، به علاوه 4 ضرب در کلش میشه. بعدی 120 که کسر سومیه ضرب در فقط یه دونه x میشه، مخرج مشترک ببین x منهای 1 با x منهای 1 میره، یه دونه x باقی میمونه، پس 120 رو ضرب در x میکنیم. خب کافیه معادله رو یکم ساده کنیم، سمت چپ میشه 120 x منهای 120 به علاوه 4 ضرب در x میشه 4x ضرب در x میشه 4x2 4x ضرب در منفی 1 میشه منفی 4x و سمت دیگه هم میشه 120x که بچه این 120x رو راحت از دو طرف خط بزنیم. الان چی میشه؟ میشه 4x2 منفی 4x منفی 120 برابر با 0 که این معادله رو با حل کنیم که قاعدتا هر کسی که اینو میبینه اول تقسیم بر 4 میکنه، میشه x2 منهای x تقسیم بر 4ش کنیم میشه منفی 30. دو عدد که ضربشون بشه این جمعشون بشه این میشه کدوم عددا؟ منفی 6 و مثبت 5 که x یا به دست میاد 6 یا x به دست میاد منفی 5 که قاعدتاً قیمت هر اسباب بازی عدد منفی نیست و قیمتش عدد مثبته. و چقدر بوده؟ 6 تومان بوده. حالا من به چی نوشتم بچه‌ها؟ 1000 تومان نوشتم دیگه، پس میشه اینطور می‌نویسی آخر سر قیمت هر یک 6000 تومان. پس بچه‌ها چی کار کردیم؟ یه بار دیگه مرور می‌کنیم با هم. من برمیگردم از اول، میگم آقا تو قیمت هر اسباب بازی رو نداری، به جاش چی میذاری؟ x میذاری. اینجا گفتیم. بعد گفتم آقا تعداد اولیه چقدر بوده؟ تعداد اولیه چطوری به دست می اومد؟ 120000 تومان رو تقسیم بر x میکردیم، یعنی قیمت هر یه دونه میکردیم و به دست اومد. قیمت ثانویه چون اومد هر یه دونه رو 1000 تومان دیگه کم کرد، خب باید 120 رو تقسیم بر x منهای 1 میکردیم چون از هر یه دونهش 1000 تومان کم کرد. بعد اومدم گفتم آقا سوالم بهم گفته تعداد ثانویه 20 از تعداد اولیه چی میشه؟ بیشتر میشه. پس تعداد اولیه رو اگه 4 تا بهش اضافه کنیم، گفتم 20 تا بچه‌ها 4 تا بیشتره، اگه تعداد اولیه رو 4 تا بهش اضافه کنیم میشه تعداد چی؟ ثانویه. این معادله است، از اینجا به بعد فقط کافی بود شما حلش کنید. سوال شماره 9 میگه ماشین آ کاری رو به تنهایی 15 ساعت زودتر از ماشین B انجام میده. اگر هر دو ماشین این کار را در 18 ساعت تمام کنند، چه زمانی برای هر کدام از ماشین ها لازم است تا اون کار رو به تنهایی انجام بده؟ خب ما میایم میگیم چی؟ میگیم آقا مثلا ماشین A و اینم میذارم ماشین B، این پایین بنویسم، اینجا هم میرسم با هم. خب گفته اگه با هم کار کنم که تو 18 ساعت. بعد ماشین A و B گفته ماشین A 17 ساعت زودتره، پس اگه اینو 15 ساعت اگه اینو T بگیرم ماشین B چون کنتره میشه T به علاوه 15. خب بعد میام میرسم در یک
ساعت چقدر کار میکنه. خب تو اگه یه کاری رو توی 3 ساعت انجام بدی 1 ساعت 1/3 اون کار رو جلو میبری، پس این میشه 1 تیوم. شما اگه یه کار رو تو 20 ساعت تموم کنی توی 1 ساعت 1/20 رو انجام میدی. و آخری که گفته توی 18 ساعت انجام میده توی 1 ساعت 1/18 انجام میده. بعد میای میگی آقا پس من اینا رو نوشتم، میگم 1 ساعت اگه ماشین A کار کنه همراه با بچه‌ها چون اینجا نوشتم 20 من فکر کنم خوابم میاد، بذارم این فیلم رو اصلا بعداً ضبط کنم. چرا واقعا؟ پس اینو بچه‌ها بنویسیم T به علاوه 15. خب میشه 1 به روی T به علاوه 1 به روی T به علاوه 15 میشه 1 به روی 18. اینو درست نوشتم خدا رو شکر. اگه 1 ساعت ماشین A با ماشین B کار کنن 1/18 کار رو جلو میبرن. خب یه معادله گویاست که باید حل کنیم. واسه حل معادله گویا میای اول مخرج مشترک رو حساب میکنیم. مخرج مشترک میشه 18 ضرب در T در T به علاوه 15. خب اینو اگه ضرب در کسر اول کنی T با T میره یه 18 میمونه در T به علاوه 15 برابر میشه به علاوه کسر دوم T به علاوه 15 با T به علاوه 15 تو مخرج میگه 18 تو میمونه که ضرب در صورتش میشه و کسر آخر 18 با 18 میره T در T به علاوه 15 باقی میمونه. کافی حساب کنیم. حالا سمت چپ میشه 18 تا T به علاوه 18 تا چند تا بچه ها 18 تا 15 تا که 18 تا 15 تا رو من اگه بخوام حساب کنم 18 تا 15 تا میشه 270 تا به علاوه 270 به علاوه 18 تی و سمت دیگه تی در تی میشه تی 2 به علاوه 15 تا تی. خب حالا همه رو میبرم سمت راست یه دونه تی 2 دارم. ببین 18 تا تی با 18 تا تی میشه 36 تا میره سمت دیگه میشه منفی 36 منفی 36 با 15 تا تی میشه منفی 21 تی و یه 270 هم داریم که میره منفی میره اونور میشه منفی 270. امیدوارم بچه ها تو محاسبات اشتباهی نکرده باشن که فکر نکنم و باید الان اینو پیدا کنیم. دو تا عدد که ضربشون بشه 270 جمعشون بشه 21. خب عددهای سختی میشن. ضربشون بشه 270 جمعشون بشه منفی 21. میتونید دلتا برید ولی بچه ها 270 از به 27 شبیه درسته؟ 3 تا 9 تا میشه 27. خب پس سی بگیرم و منفی 9 میگه آقا درسته. پس میشه تی منفی سی تی مثبت 9 که توی این حالت یا تی به دست میاد سی یا تی به دست میاد منفی 9 چون تایمه نمیتونه منفی باشه پس کدوم قابل قبوله؟ اون یکی قابل قبول هست. سال بسیار خوبیه شبیهش رو داشتی. اما بریم سراغ یک تمرین جالب. قاعدتا اینو اینجا ببینید میگید آقا این که جزء تمرینای کتاب ما نبوده از کجا اومده؟ این سوال شاید باور نکنید تو کتاب 10 انسانیه. سوال بسیار بسیار قشنگیه و قراره با هم حلش کنیم. خب میگه ما یک کیک رو بین چند نفر تقسیم میکنیم و به هر یک مقداری مساوی رسیده. خب اوکی. میگه بعد از اون یک نفر دیگر به جمع اضافه میشه و دوباره کیک رو تقسیم کردیم. در این مرحله از سهم هر نفر 1/6 کمتر شده. خب در ابتدا چند نفر بودن؟ خب ببینید ما اگه کیک رو مثلا 1 در نظر بگیریم اصلا نمیخواد 1 آقا ما بیایم راحت تر بگیم. میگه ما اگه تعداد رو چون نداریم چی بذاریم؟ n بذاریم. بعد بیام بگم سهم اولیه چقدر بوده. میگه آقا تعداد اولیه n تا بوده. خب تعداد اولیه
پس سهمی که اول گیر من میومد 1 انومه. ببین اگه 2 نفر باشیم 1/2 که گیر شما میاد. اگه 3 نفر باشیم 1/3. اگه 4 نفر باشیم 1/4. اگه n نفر باشیم 1 انوم. سهم ثانویه چطوری به دست میاد؟ میگه آقا تعداد یه دونه بیشتر شده، پس به جای 1 انوم میشه 1 n به علاوه 1. خب بعد صورت سوال گفته شما وقتی این کارو کردید 1/6 از سهمه چی شده؟ کمتر شده. یعنی من اگه از سهم اولیه که 1 انومه، سهم اولیه که 1 انومه 1/6 در بیارم میشه سهم ثانویه که برای حل این معادله کافیه اول مخرج مشترک حساب کنید. مخرج مشترک میگه چی؟ کسر اول n، کسر دوم 6 و کسر سومم n به علاوه 1. حالا همه عبارت ها رو یکی ضرب میکنیم. اگه مخرج مشترک رو تو کسر اول ضرب کنیم n با n میره، یه 6 میمونه در n به علاوه 1. کسر دوم 6 با 6 میره، یه دونه n میمونه که در n به علاوه 1 باید ضرب بشه. و کسر سوم هم n به علاوه 1 با n به علاوه 1 میره، یه 6n میمونه که ضرب در صورت میشه. حالا اگه مرتبش بخوام کنم بچه چون جا ندارم مجبورم یکم همینجا مرتبش کنم. اینو اگه بخوای حساب کنی میشه n2 به علاوه n. اینو بخوای حساب کنی میشه 6n به علاوه 6. خب که الان اگه اینو معادله رو بخوام حل کنم قاعدتا شما 6n رو از دو طرف حذف میکنید به راحتی و سمت چپ چی میمونه؟ یه منفی هست که ضرب در n میشه منفی n 2. یه منفی از ضرب در n هم میشه منفی n. این اینجا رو دارم حساب میکنم بچه‌ها گیج نشید، اینجا رو دارم حساب میکنم. و یه دونه مثبت 6 هم از عبارت اول مونده دیگه. ببین اینجا یه مثبت 6 هم داشتیم دیگه، این با هیچی ساده نشد. به علاوه 6 برابر با 0. خب من اینو میخوام حل کنم، اول ضرب در یه دونه منفیش میکنم میشه n2 به علاوه n منهای 6 برابر 0 ضرب جمع دو تا عدد که ضربشون میشه منفی 6 جمعشون میشه مثبت 1. قاعدتا شما میگید مثبت 3 و منفی 2. پس این n یا منفی 3 یا این n مثبت 2 که تعداد افراد نمیتونه منفی باشه و تعداد افراد مثبت. پس n من چنده؟ 2. پس کلا 2 نفر بودیم. سوال بعدی رو بریم. سوال 10 سوال بسیار خوبیه، بچه هم عاشقشن، اصلا این سوال رو میبینن همینطور چشماشون قلبی میشه. خب میگه بین دو شهر که تو کنار یه رودخونه واقع شدن فاصله 148 متر. خب یکم نقاشی بکشیم دیگه آخراشه. من توپورم میکشم. خب این شهر A، خب اینم شهر B. میگه بین اینا مسافتی که وجود داره چقدره؟ 144 کیلومتره. خب بچه من اینو با میذاشتم روی این حالت. گفته مسافت بین این دوتا چقدره؟ 144 کیلومتر. میگه یک کشتی از شهر اول به شهر دوم میره و پس از 2 ساعت توقف همون مسیر رو برمیگرده. میگه اوکی تا اینجا که اوکی. میگه مدت زمان سفر در مجموع 17 ساعت. خب کل سفر با بشه 17 ساعت. میگه در صورتی که سرعت کشتی در مسیر جریان آب خب 8 کیلومتر در ساعت بیشتر از سرعت آن در خلاف جهت باشد، سرعت حرکت کشتی را در جهت حرکت تعیین کنید. خب من فرض میکنم این با سرعت v رفته در جهت عقربه های ساعت و وقتی اومده برگرده خب سرعتش 8 کیلومتر چی شده؟ کمتر شده. درسته؟ پس سرعت شده چی؟ v منهای 8. خب حالا چه اتفاقی میفته؟ میگه آقا
سرعت ببخشید x برابر با چیه؟ v تیه. خب حالا توی این سوال ما میخوایم بر حسب t حرف بزنیم. میتونیم بگیم آقا پس t میشه x تقسیم بر v. یکم فیزیک میخونیم. خب من میدونم زمان رفتن یعنی t 1 به علاوه زمان برگشتن روی هم شده چقدر؟ روی هم شده 17 ساعت. خب حالا میگم آقا خب سرعت این زمان رفتن چطوری به دست میاد؟ میگه آقا خودت گفتی میشه x تقسیم بر v. میگم باشه. خب x چقدر بوده؟ 144 بوده. v چقدر بوده؟ با یه سرعت ثابت رفتی. حالا v 1. زمان برگشتت هم میشه باز 144 خب به روی وی چی؟ منهای 8. فقط یه مشکلی اینجا هست بچه ها. من 2 ساعت تأخیر رو حساب نکردم. 2 ساعت رو اگه کم کنم میتونم بگم آقا زمان رفتن و زمان برگشتن چقدر بوده؟ 15 ساعت بوده. این میشه چقدر؟ 15. خب پس ببین زمان رفتن به علاوه زمان برگشتن شده 15 ساعت. حالا زمان رفتن چطوری به دست میاد؟ میشه جابجایی تقسیم بر سرعت. زمان برگشتن چطوری به دست میاد؟ میشه جابجایی تقسیم بر سرعت برگشتن. خب که این باید بشه چقدر؟ 15. حالا این معادله است. این معادله رو ما باید حل کنیم ببینیم چی میشه. کافیه ما بیایم اینو ضرب کنیم. بچه قبل از اینکه بخوام ضرب کنم بیا یکم ساده هم کنیم دیگه آقا. ببینیم چیکار کنیم. یعنی چی ساده کنیم؟ آقا این 144 رو عددهای بزرگن. 144 رو اگه به 3 تقسیم کنیم میشه 48. درسته؟ خب من میام هر دو طرف رو تقسیم بر 3 میکنم. اگه تقسیم بر 3 کنیم میشه 48 به v به علاوه 48 به v منهای 8 برابر با این هم میشه 5. خب مخرج مشترک الان میشه چی؟ مخرج مشترک میشه v در v منهای 8. خب توی کسر اول چی ضرب میشه؟ میگه آقا v مخرجشه پس v منهای 8 ضرب در صورتش میشه 48 ضرب در v منهای 8. کسر دوم 48 ضرب در چی باید بشه؟ یه دونه v و آخریش 5 ضرب در v در v منهای 8. خب اولی رو اگه ضرب کنیم میشه 48 v منهای 48 رو هم بچه ها ضرب در 8 کنید. 48 رو هم من ضرب در 8ش کنم میشه 384. بعدی 48 رو هم ضرب در v میکنم. سمت دیگه 5 ضرب در v ضرب در v میشه 5 v2. 5 ضرب در v ضرب در منفی 8 میشه منفی 40 v. خب یه معادله درجه دومه که باید حلش کنیم. الان میشه 5 v2. ببین 48 v 48 v با 48 v میشه 96 v. میره سمت دیگه میشه منفی 96 که با منفی 40 که اینجا باید جمع بشه میشه منفی 136 منفی 136 v و عدد هم منفی 384. خب که باید این معادله رو ما باید هم حلش کنیم که ببینیم چی به ما میده. خب که بچه عددا به شدت زشتن. من باید ببرمش تخته بعدی جدا اینو حل کنم. کپی اینو پاک کنم بچه ها. خب من اینجا اینو باید پیستش کنم اینجا حلش کنم. این معادله درجه دومی که باید شما حل کنید تو این ساله درخشان. این ویدیو 5 تا ویدیوه. خب بچه ها من یه لحظه چک کنم ببینم تو محاسباتم اشتباهی نکرده باشم
48 رو ببین یکی یکی ضرب کنم ببینم درست رفتم. 48 رو ضرب در وی منهای 8 که کنیم میشه 48 وی منهای 384. این اوکیه. بعد 48 رو هم ضرب در وی کردیم، بعد 5 وی رو ضرب در وی کردیم شد 5 وی 2، 5 وی رو ضرب در منفی 8 کردم شد منفی 40 وی. پس درست رفتم. میمونه محاسباتش. عددی بعدی در اومده، خیلی هم بد در اومده. بریم سراغ دلتا دیگه، راه دیگه ای نداریم چون جمع ضرایب هم جواب نمیده. آقا دلتا میشه بی 2 منهای 4 آسی. ببینید چه عددهای زشتی تو شرمه. بی که چنده؟ 136. 136 رو باید به توان 2 برسونیم، منهای 4 تا 5 تا کنیم در 384 تا کنیم که اینا قابل ساده شدن هم بچه باید باشن دیگه. حالا من چون دقیقا اینا رو قبلا حساب نکردم نمیتونم بگم چی میشن. میام حساب میکنم با 136 رو به توان 2 میرسونم میشه 18496. این هم میشه 4 ضرب در 5 ضرب در 384 میشه 7680 که اینا رو اگه از هم کم کنیم یعنی 18496 رو منهای 7680 کنیم میشه 10816 که یه عدد مثبته. حالا ببینیم جذر داره یا نه. 10816 ببینیم جذر داره یا نه. میگیم جذر 10816 بله 104 میشه جذرش. پس بریم سراغ حل معادلش. حلش با دلتا x میشه منفی b و علاوه رادیکال دلتا تقسیم بر 2a و x میشه منفی b منهای رادیکال دلتا تقسیم بر 2a. خب که اینجا b منفی 136 میشه مثبت 136 به علاوه گفتیم جذر اینم بچه میشه چقدر؟ 104 تا به روی 2a 2 5 تا میشه 10 تا. این هم میشه 136 منهای 104 تقسیم بر 10. خب بریم بالایی رو حساب کنیم بچه. فقط این ویه، من x گذاشتم اشتباها، اینجا باید v بنویسم. خب 136 با 104 میشه چی؟ میشه 240 تقسیم بر 10 میشه 24 و این یکی هم میشه از 136 تا 104 تا در بیاریم میشه 32 تا که اینم تقسیم بر 10 میکنیم که میشه 3/2. درسته؟ فقط من ببینم اشتباهی نکرده باشم. بله اینم میشه 3/2. خب که الان باید ببینیم بچه کدومش قابل قبوله. من وی و وی منهای 8 دارم. خب اگه وی رو 3/2 اینجا بگیرم و وی منهای 8 میشه عدد منفی، پس این قابل قبول نیست. و کدوم قابل قبوله؟ وی برابره با 24 و تنها جوابی که قابل قبوله اینه. سرعت اینه. چی رو خواسته سوال؟ سرعت حرکت کشتی رو در جهت خواسته. خب منم سرعتش رو به دست آوردم، پس سرعت باید 24 باشد، 24 کیلومتر بر ساعت. بچه‌ها امیدوارم این تمرینا براتون اوکی باشن. حتما بعد از این سوالی که اینجا حل کردیم و عدداش بسیار زشت بودن، شما یه دونه تمرین از کتاب تجربی ها هست اونو حل کنید. توی اون سوال بهتری من سوالا رو میذارم براتون، حتما اونو حل کنید.